استاد از میان شاگردانتون چه کسانی بودن که توانستن رابطه معنوی شاگرد و معلم رو به طور عمیق با شما داشته باشن؟ این مرحوم مطهری بود، عرض کنم که به همون معنا واقف بود و عملی داشت. مرحوم مطهری بود، آقای که اسمش فراموش کرده، آقای منتظری بود و آقای امام زنجانی بود و فعلا هم آقای جواد آملی، جوادی آملی و آقای حسن زاده. اینو هستن چند نفری بله که قابل اعتمادن از حیث نظریات فلسفی و صاحب نظر